crack it. سلام دوستان، خوش آمدین به برنامه ما. امروز آمدیم در حولی استاد عبیدالله از ناحیه خنوم خوجرواش. میخواهیم که امروز کفترهای زیبایی را به نمایش بگذاریم که انشالله خوشتان بیاید. سلام علیکم. تشکر. به می بیننده ها میشه که خودم معرفی بکنید؟ اسمم عبیدالله از خوجرواش. این کفترهای ما بوم است، این کفترهای ما است. کفترهای خوبی آمده از زاغ بور است. شما چقدر کفتر دارید؟ نامش شانه میشه که برام بگویید. یک 50-60 دانه کفتر است. جوگی هم دارم، سوجوگی هم دارم، سیاه‌چپ هم است، مشکی هم است، مکسینی هم است، زردمشکی هم است. هر رنگ کفتر در کفترهای ما است. جان چه وقت شوق پای کفتر بودی را پیدا کردی؟ 35 سال میشه که شوق است. یعنی بابا و آمه مادم پارا چی از فکر کنید در کلان مود واپس کویلا کرد واپس ما شده. بیشتر شما را کی دینامیک عرصه کفتر بودی تشریف؟ والا خودم از کاسکو پارا مادر بگو داد اون سبا میخوندیم. من داره شوق دیگه چی شوق کفتر است. کدام کفترها را البته به معرفی میگیری؟ طرفای نمیشه هر رنگ کفتر نامشان نمیشه که کدام است؟ کفتر سبزی هم داریم، سبزی هم داریم، مشکسین هم داریم، سوسین هم داریم، زرتازین هم داریم، زرپتنچپ هم داریم، شرچپ دو سفید هم داریم، سبزی هم داریم، سوسین هم داریم، زرپتنچپ هم داریم. چی یاد میشه اون کفتر؟ این زرپتنچپ است. این زرپتنچپ است، شرچپ دو سفید، سوسین دو سفید هم است، سوسین است، سبزی هم است.
اون زرسینه داده باید کفترهای چی میتی؟ عریف کفتر- خونده منطقه کیه؟ علی دارم کفترها یک گردن خالی میتونم دیگه؟ اون که توا هست اون پیش خودم هست علی باز یک شما اونجا است اون رحیم وارد دلیل از اون میدیم ناماش هم میشه که برای ما بگیری؟ یک رحیم است کار دوباره دبیرش بدیم یکی اون بچه ساسایدین هست اینمی علی موزه کسی نیست یک سایپوس اون سایپوس حال کفترهای تانه باید دادین؟ بردین؟ چقدر بردین؟ والا این باختین؟ شکاری هم از کل از جو پیزی که باختیم هم کفت باخت بوش ده گرفتن اون کردیم باختیم هم کفتر از کفتر هست ما چقدر فایده است جمع کردین؟ بازی کفتر بوشی فایده نید کنید مثلا خب همی که ارزش کفتر تو خدا مثلا تو چقدر افغانی ارزش داری کفتر؟ والا کفتر ما پرش خوبش خودم شخصا با این کفتر 3000 دم بوزا کفت چی نمیکنه هر کی شب خوشم حالا من هر کتی کفتر دارم که مگه اینه کفتر من کفتر 2000 نمیدم همین دیگه کفتر 3000 نمیدم کفتر هر کی دلش حتی نباید که بیم کفتر خوش نمیکنه یعنی شوقی است دیگه نرخش مهم نیست دیگه نه گمش اردن یک اردن خوبی برنامه دیگه نمیدم خب استاد عبیدالله چقدر کفتر مثلا شما مثلا بردین مثلا در وقت کفتر بازی چقدر مثلا شما مثلا باختین و خاطره جالبتان از کفتر بازی چیه؟ والا از وقت کفتر بازی کردیم از کریز که کفتر بخیزه یعنی امکان داره که 20 تا 30 دانه که تا که پس تا وادی کریزوتا امکان داره که باید بیتی و باخته برد شد حالا تو وقتی شده که مثلا در یک منطقه مثلا کفتر اعلام کرده باشید پس بیاید و چقدر مثلا کفتر مثلا جای اعلام کردین مثلا پس نامده والا کفتر تو کیلو نگیم کفتر شما که بودیم در بازار که بودیم تا کمپانی هم کفتر بوده بعد چی آمده پس آمده حالا مثلا کفتری که مثلا اعلام کرده باشین در منطقه پس آمده نه کار تا بال نکرد از امروی بام میپره نمیشه امروی بام پس خاطره جالبت از کفتر بازی چی است؟ چی خاطره جالب داری؟ والا خاطره جالب از این چیز که در لب دامه دکان اینجا گمش پودر چند چیزا که مردم چی از این کار که من خراب من این بامش کفتر میشینیم تا می نماز شام میشه تا میشه خلاص است چی نمیکنم یعنی کورا چپ تو سویدم است یعنی کورا چپ است یعنی سه پاتان سالگرام است اینی سوچکی دم سفید ما اینی سفید دم سفید ما کافترای است که کلش قیچی شده اینی زرد مشکی دم سفید است اینی مشکی دیگه است و زرد است اینی سوچکی دم رنگ است یکیش دم سفید بود یکیش دم رنگه اینی سه پاس سینه گلدارم است اینی سه شیرازی دم سفید است این که ظریف بود گرفتم خونه ای خیلی کم دیگه
نمونه که دیگه بپاره اینی چه دویست از این کفترک چهش است اینی سیاچه بودم سفیدم است اینی سرخپتای است سرخپتای گوره باید سرخپتای دمرانی چیم است دم سفید است اینی زردم سفیدم است اینی جویدم سفید است اینی امریدم سفید است این زرمایده دم سفید دیگه است دیگه کفترهای قچیم است کفترهای خیلم است اینی مشکی سنه مشک پتاین است اینی هم سوچگی دیگه است دم سفید دیگه کفترها از کش قچی کردیم این هم زر پتاین چپ است اینی هم مشکی سنه دیگه زد مشکی است 4 دان زد مشکی 4-5 تا بالایش هم که کسایی که دستار ریز است این هم زد سنه دم سفید یا هم از عریف هم است این هم گرفته و قچی که مالین داریم این هم از عریف هم است که مشکی چپش گرفتیم داریم هم قچی که مونده میشه این ها کسی چای کفتر است زرد ماین زرد مشکی است چای کفتر چیزی مزرد دیدم کفتر یه در بالا کن در بالا این هم چای سیشیروزی است سیاچه سیشیروزی این یک دانه از بازار که یک چپتر آوردیم دیگه کفتر که دلش من از بازار خوشم آمد خریدم آوردم خب استاد عبیدالله امی بالای برای کفترهای تو چرا قیچی کردی؟ دلیلش چی بود؟ این کفترها که گرفتیم کفترهای جنگی من از مردم نزدیکاست که هوایی گرفتیم اینا تا دادیمشون خوشم اومده قیچی برای بار از پلیس اگه زنده بودیم بار از پلیس پس پلیس رو میبرد
استاد عبیدالله چه وقت شما کفترها را میپرانی؟ کفتر ای بیگار یا ریگل نوار کس جوانا و نواز یک تیم صبحکیم ساعته 7 بجه نماز کنیم بالا میم یک تیم یک نیم 20 دقیقه میپرم خلاص دیگه کونا کس این 4 بجه کیره جمعیم تا 5 بجه یعنی بعد از نماز صبح کفترها را اعلان نمیدید 8 بجه که کفترها را اعلان نه ما 5 کیلومتر میدقیقه باز بسیار معرفت هر کی تیم داره یک تیم هر کسو بعد دیگر کس ما کاری تیم 4 تا 5 تا در نمه قبضه کفتری را که شما پرواز دادید کسی گرفته نگرفته؟ والا باخته بود شده چقدر کفترهایتون تلف شده در قبضه؟ والا دیگه نه آدم نگفته نمیدونه چقدر امکان داره که در مثالی که از یکی تا دیگه یک 20 دادانه داره باخته بود شده تا حالت شما کفتر هم گرفته نه؟ بله ها این زیادی کفتر این کفتر کرده با زیادی کش کنه اگر از کم آمدن کم از ما پیدا داشت کدوم گرفتیم نگاه کنیم پارلی تا حال کفترها را فروختین و مجبور به فروختن کفتر تا والا تو مجبوری خو اومده که ما تا حال کفتر صدا نکنیم مجبوری اومده که بردیم از خودشان یک 5 6 تا بردیم یک 4 5 پس اومده باش یعنی سودا نکردید نه تو کمش نکرد تا بعد سرجم کمش نکرد تا حال از کس کفتر خریدین نخریدین؟ والا خریدیم چقدر بلندترین کفتری چقدر که شما گرفتین خریدین؟ ما کفتر تا 15 تا خریدیم از بالا نخریدیم چطور بود کفترش خوبش بود؟ ارزش 1500 داشت که گرفتین؟ ارزشش خوب کفتر بود اون کفتر هم شما است اون سرچه با تازه پاش رو آورد اون من 15 تا خریدیم دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. منتظر از این هستیم که چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید. منتظر برنامه های دیگر ما باشید. تا دیدار بعد، خداحافظ و نگهدارتان.